هلو واتساپ گایز، شما چطور خوش اومدین به این ویدیو سم باحال حیرت انگیز نظر دادم. امروز هم ویدیوی سم داریم. فکر کنم یه هفته شد ویدیو سم داشتم، درسته؟ آخرین ویدیوی سممون این بود اگه اشتباه نکنم. بغل بذار و لینکش این بالا میاد. و اینکه امروز هم سم داریم. این آقا پسری که این بغل ببینید اسمش مهدی پروفسوره. بله داشت همین اول واسه هم شد. راستی لایک، کامنت، سابسکرایب، فالو اینستا زر زدم، حمایت به همینا به من انرژی میده. تونتون ویدیو بسازم، سری ویدیو بسازم و اینکه دیگه خودتون میدید ما چوری گلتن انترا ویدیو. چرا اینترو رو من بعد میگم let's do it. این آقا مهدی پروفسور یه چیزایی یاد میده که واقعا تو زندگی خیلی بهش احتیاج داریم. اول بریم سر پیجش بزنیم. ایشون آقا مهدی پروفسور که عکسش اینجاست 6k فالوور داره. حالا یه نفرم پروفسور مهدی هستم. کامنت ها رو بخونی ماندگار میشی. آموزشای خفن، پیج تازه تأسیس. تیک تاک 3 میل فالوور داری؟ برو گم شو. بریم آموزش رو ببینیم که ببینیم چجوریه و خیلی به درد بخوره. واقعا یکیشو دیدم واقعا به درد خورد. خب ببینید قراره چیکار کنه داداش؟ نحوه گذاشتن خامه توی یخچال. نحوه گذاشتن خامه توی یخچال. مرحله اول در یخچال رو باز می‌کنیم. خب مرحله دوم خامه رو می‌ذاریم توی یخچال. مرحله سوم در یخچال می‌بندیم. من فقط عاشق این حرکت شدم. کامنت رو بخونیم. خوب شد گفتیم ما یخچال می‌ذاشتیم تو خامه. حاجی من قبل آموزش خامه رو شیاف می‌کرد. دهنتون سرویس. وای استاد بی زحمت یکم آروم‌تر برید توضیح بدید. ما داریم می‌نویسیم جا نمونیم. دهنتون سرویس. وای بریم بعدی. حرفه سر پاییزه داداش تو رو خدا بگو من یه هفته نمیتونم بلند شم. بگو تو رو ناموسم یکی دارم. صحیح سرپا ایستادن. مرحله اول باید کف دو تا پامون روی زمین باشه. بچه ببخشید من نمیتونم اینا که میگه انجام بدن چون دوربین نمیتونم تکون بدم. که من فضا کوچیکه نمیشه اینا که میگه انجام بدن. ولی یادداشت میکنم که به بدن به دردم بخوره. مرحله دوم پامون رو به زمین فشار میدیم. مرحله سوم خودمون رو به بالا پرت میکنیم. مرحله چهارم سعی میکنیم تعادل خودمون رو حفظ کنیم. خدا فقط این حرکت آخرش رو کشته. یعنی چی آخه؟ یعنی میگه کامنت رو خونیم. اینو نگاهی کاندوم داره نشون میده. درفند جالب بود. من قبل از این ویدیو داره دماغم وایس. وای خدا خیرت بده. بعد چند سال الان دارم دادی میکنم. وای خدا چی کارتون. سلام آقا مهدی، مرسی از بابات آموزش خوبتون. لطفاً آموزش خوردن عسل و خربزه هم بسارید. راست میگه این عسل و خربزه هم خیلی خوبه، منفعت داره بدجور. بریم بعدی. داداش تو رو خدا که زودتر دارم میمیرم دیگه. خیلیاتون بلد نبودید بشینید. نحوه نشستن روی صندلی. مرحله اول جلوی صندلی و پشت به صندلی وایسیم. مرحله دوم پامون رو به صندلی میچسبونیم. تاشه بگو. مرحله سوم پامون رو از زانو میشکنیم. مرحله چهارم برای اینکه کمرمون چه باحال بود. پشما من این دور صندلی می نشستم. بچه یکم ببخشید یخ کرد. بریم بعدی دیگه چیه؟ نحوه دویدن. یاد گرفتین که چطور بدویم ولی باد یاد نگرفتین که چطور در سرعت بالا وایسیم. پس نحوه وایسادن در سرعت بالا. مرحله اول خودمون رو دیگه به جلو پرت نمی کنیم. مرحله دوم در حال دویدن خودمون رو به عقب فشار میدیم. مرحله سوم سعی میکنیم که روی دو تا پامون ثابت وایسیم. یعنی آموزشاش اونقدری باحاله، اونقدر ترفند کار بودی که نگو. بریم بعدی بچه. کسی اگر زبون نداشتین نمیتونستین صحبت کنید مثلا
یه خنده اسجیانه. تون رو بیاری بیرون تا متوجه بشین. نه بریم بعدی چون آموزشش خیلی مثلا جای ندیدم همچین آموزش هایی. نحوه دویدن سریع. نحوه دویدن سریع. دویدن ترکیبی از راه رفتن و جلو پرت کردن خودمونه. اول اگه میشه راه رفتن و جلو پرت کرد باشه سریع. دوم پرت کردن خودمون به جلو. داداش چه دویدنیم. خب گایز اینم از این ویدیو. امیدوارم که لذت کردید برده باشی. اگه پارت 2 شو میخواین که حتما بگین، حتما میسازم چون خودم خیلی منتظر پارت 2 هستم. بگین که بسازم ماچ تک تکتون و اینکه نظرتون در مورد آموزش ایشون در کامنت رو بهم بگین چون خیلی مهمه. یادداشت کردین نکردین من که همین دیگه. دارین لایک انرژی بهم میده، ساب انگیزه بهم میده، کامنت شو بهم میده، فالو روحیه بهم میده. ماچ برای گلتون تا ویدیو بعدی. پولدار موفق بمونید.